آب یخ بعد از غذا واقعا خطر داره یا فقط یه شایعه است؟ خیلی‌ها بعد از غذا خوردن عادت دارن که یه لیوان آب یخ میزنن روش و خیلی هم کیف میکنن، ولی واقعا برای بدن ضرر داره یا فقط یه باور علمیه؟ واقعیت اینه که آب سرد یا یخ باعث مرگ یا بیماری خاصی نمیشه، خیالت راحت کنم. اما یه سری نکات وجود داره که بهتره بدونید. آب سرد ممکنه سرعت گوارش رو کم کنه، چون که دمای معده افت میکنه و آنزیم‌ها کمی کنتر عمل میکنن. یا در بعضی از افراد آب سرد باعث میشه که عضلات معده کمی منقبض بشن و احساس نفخ یا دل درد بده. یا یه باور غلط قدیمی هم هست، میگه که آب یخ چربی غذا رو سفت میکنه و میچسبونه به دیواره روده. خب این کاملا اشتباهه و هیچ پایه علمی هم نداره. بدن ما 37 درجه است و همه چی رو گرم میکنه. پس کی باید مراقب باشیم؟ اگه معده حساسی داری، اگه دچار سوء هاضمه، رفلاکس یا زخم معده هستی، یا اگه بعد از غذا احساس سردی، درد یا نفت داری، بهتره که آب ولرم یا آب با دمای محیط بخوری. پس خیالت راحت باشه که قرار نیست با آب سرد خوردن مریض بشی. راستی اینجا الوپزشکه، جایی که اطلاعات درست پزشکی رو به زبان ساده برات میگم. اگه دوست داشتی فالو کن.